چرا همیشه باید آبالبالو بخوری واقعا؟ با نوشابه انرژیزا 3 تا نوشیدنی قراره براتون درست کنم که به جای همه این چرت و پرتا، حالا دیگه تو کافه هم هستش، تو خونه هم میتونی بذاری. اصلا نوشابه انرژیزا رو خالی خالی نباید بخوری کلا. بعد باید یه چیزی درست کنی. بریم رو ببینیم چی میتونیم درست کنیم. بریم اول هایپر استار نوشابه انرژیزا هایپ بخریم بیایم. بریم نوشابه‌ها رو رفتیم از هایپر گرفتیم. نوشابه‌های انرژیزا رو 3 مدل مختلف گرفتم. یکی دیگه هم تو کافه دارم 4 مدل میشه. با این 4 مدل طعمای مختلفی در میارم براتون. ادامه‌اش هم دیگه درست می‌کنیم. ببین خیلی اینجا خوشگله ها. اصلا ایرانمال بیاین. ایرانمال خیلی خفنه. من 3 مدل نوشابه انرژیزا گرفتم از هایپر استار که یکیش استاره، یکیش لایفه، یکیش هم هایپه. یه دونه هم از قبل داشتم توی کافه، اسمش هم استورینگ بیر. اسمش استورینگ بیاره. اینا تو کافه داشتم. به ترتیب والا قیمتی. می‌خوایم ببینیم طعمای اینا چه فرقی با هم دارن و باهاش نوشیدنی درست کنیم. 49000 تومان این قیمتشه. رو خودش نوشته 55000 تومان این قیمتشه. 35000 تومان هم این قیمتشه. اگر گرون دادن کردن تو پاچم ملول خلاصه. 30 تومان هم این قیمتشه. به ترتیب آوردیم اینجا رو ببینیم چیه دیگه. ادامهش بریم توی بار سرد، اینجا بار گرم. بریم بار سرد براتون نوشیدنی درست کنم. بغل داستان داشته باشیم. اول از هم می‌خوایم بریم طعماشو با هم تست کنیم، ببینیم چه اختلافی با هم دارن طعماشون. 4 تا لیوان برای تست طعمشون می‌خوام بذارم. یه مقدارم یخ می‌ریزم داخلش. یخش حالا خیلی کم می‌ریزم که فقط می‌خوایم طعم اون نوشابه انرژیزا رو با هم متفاوته. می‌خوایم یه نوشیدنی در وصف طعمیش در بیاریم ببینیم چه طعمی بیشتر داشته در دیگه. این نوشابه اول از ارزون ترینه می‌خوام شروع کنم. این ارزون ترین نوشابه انرژیزامونه. به اسم استورینگ نمیدونم چی استورینگ بیه. اینا هم برمی‌داری این کف دست اینجوری صاف می‌کنی، شعبده بازی می‌کنی، نمی‌ریزی کلا. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا این اولین نوشابه انرژیزامونه. استار هم بریم ببینیم چه طعمیه. اول طعماشو میگن تست می‌کنن، نسبت به طعمی که داره بهت میده میای براش نوشیدنی طراحی می‌کنی. اینم از لایف. انگار رنگاش هم متفاوته نسبت به قول سینا میگه هرچی گرونتر میشه کم رنگتر هم میشه. این هم که گرونترینش. به ترتیب قیمتی ارزونتر نسبتا متوسط و گرونتر. همه ارزونترین بوش که یه بوی خیلی تیزی داره. به نظر من بی‌مزه است ولی گازدار شدید، خیلی گاز زیادی داره. این نسبت به اون یه مقدار ملس‌تره ولی شیرینیش باز کمتره. این که برای استاره. اینم لایفه دیگه. این لایف همه دیگه میشناسن. این شیرین‌تره. این خیلی شیرین‌تره، از لحاظ طعمی گازش کمتره و بوی کمتری داره. و آخرش هم که هایپه، بوش نسبت به همشون بیشتره. اصلا یه طعم متفاوتی داره. نه بگم شیرینی زیادی داره نه ترشی خیلی زیادی، ولی از لحاظ طعمی به نظر من این طعم خیلی غلیظتری داره نسبت به این اصلا کلا طعمی نداره هیچی. این هم فقط شیرینیش اوکی تره و این هم تقریبا پکیج کامل همه اینا. حالا بریم نسبت به این طعمایی که گرفتیم باهاشون نوشیدنی درست کنیم. خب حالا نسبت به طعمایی که از این نوشابه‌های انرژی ما در آوردیم، انرژیزا در آوردیم، میخوایم بریم باهاشون نوشیدنی درست کنیم که اولین نوشیدنیمون میخوایم یه دونه نوشیدنی درست کنیم که یه مقدار شیرینی داشته باشه. منتها خود نوشیدنی در از شیرینی داره. ما هم حالا میخوایم به خاطر اینکه اون شیرینی مضاعف نشه فقط گاز داره بیشتر بشه براش از این نوشیدنی یکیش انتخاب کنیم که به نظر من گزینه اولمون گاز زیادی داشت، ترشی خوبی داشت. پس مایه من شیرینه، ترشی خوبی داره و گاز زیادی داره. میخوام با آب هندونه و سیروپ کرانبری اینو براتون درست کنم. یخ اول میریزیم 60 میل از آب هندونه که از قبل آبشو گرفتم میریزم داخلش. سیروپ کرانبری به من بده. 60 میلم سیروپ کرانبری میریزم داخلش. تقریبا رنگ خیلی قرمزی میگیره و خیلی جذاب میشه. اینو قبلش یه هم میزنیم کلا و از این گاز داره خیلی یواش روش اضافه میکنه. یه لایه نوشیدنی میشه. بچه البته اینم بگم و نوشابه انرژیزا زیاد خاصیت خوبی نداره. هم برای بدنتون زیاد مفید نیست، یعنی تقریبا مضره. اینکه حالا اسمم میگن انرژی میده، همچین انرژی خاصی هم نمیده. شما وقتی میتونین
از انرژیزاهای فرش و تازه استفاده کنیم، مثلا حالا خود هویج خودش انرژیزاه، یا مثلا خود قهوه خودش کافئین زنده است، یعنی کافئین مرده داره، با قهوه قاطی میکنن یه کافئین خیلی پاکینگ زیادی میشه که اصلا واقعا به قلب و عروقتون رگتون آسیب میزنه. اصلا به نظر من اصلا توصیه نمیکنم اینا رو بخورید. حالا اولین نوشیدنی که ما گاز زیادی ازش خواستیم و ترشی خوبی خواستیم، با آب هندونه و سیروپ کرنبری این شد. ترکیب این سه تا متریال با هم میشه این. دومین نوشیدنی که می‌خوایم درست کنیم با این نوشابه‌های انرژیزا تقریبا از لحاظ ترشی شد داره، منتها ما می‌خوایم شیرینی بهتری داشته باشه. می‌خوایم از لایف استفاده کنیم، هم گازدارش میکنه هم یه مقدار طعم شیرین‌تری بهش میده. 40 سی سیروپ بلو کاراساو استفاده میکنم داخلش، میریزم کف لیوانم. سیروپ بلو کاراساو اینا همشون سنیچه، توی سوپرمارکت بری ببینی قشنگ همه رو میفروشن، راحت میتونی پیدا کنی. روش از این تاپ میکنم و اینم داخلش هم میزنم. در اصطلاح هم به این میگن استیر کردن یا چرن کردن، که این رقیق بکنه که برای هم خوردن نوشیدنی یه مقدار راحت‌تر بتونی همش بزنیم. ما یخو با اون سیروپ رقیق میکنیم که هم بخوره راحت و لیوان هم خنک بشه. درست آب آلووره هم نکتار آلووره استفاده میکنم از روش، 60 میلم از نکتار آلووراست. حالا به این متدایی که من دارم درست میکنم توی بارتندری بهش میگن بیلد کردن، یعنی توی این نوشیدنی داری توی خود لیوان درست میکنی، بیلد داری درست میکنی، یعنی این یه متد برای خودش درست. و در نهایت هم از خود این نوشابه انرژیزا روش آهسته روی قاشق اضافه میکنیم. اینا نوشابه های انرژیزا با این نوشیدنی ها تقریبا طعمای فانتزی دارن. یه جای آب آلبالو هم به نظرم هم بزنین بهتره، خوشمزه تر میشه، یعنی جذاب تر هم هست. اینا از دومین نوشیدنی. بریم سراغ سومین نوشیدنی. میریم سراغ نوشیدنی سومیمون دیگه. سومیمون یه مقدار نوشیدنی می‌خوایم طعمش رو فانتزی تر کنیم، یه ذره طعمش رو خاص‌تر می‌خوایم بکنیم. از سیروپ نارگیل استفاده می‌کنم. به اندازه 40 سی سیروپ نارگیل می‌ریزم داخلش. سیروپ نارگیل به اندازه 30 سی هم آب همون هندونه. آب هندونه رو بریزید داخلش، تقریبا یخ خواهد که باید توش و شروع می‌کنی به هم زدن. یه تقریبا یه رنگ صورتی طور یا رنگ گلبهی طور در میاد دیگه، رنگش جذابه. و از انرژیزای بعدیمون که یه طعم تقریبا لایتی داشت نسبت به همشون اضافه میکنم، چون این طعم نارگیل خودش طعم شارپیه، طعم خیلی زیادیه، روش اضافه میکنیم. اینم از نوشیدنی بعدیمون و میریم برای نوشیدنی آخر که با هایپ درست میکنیم. از همشون هم گرونتر و از همشون طعمش تکمیل‌تر. نوشیدنی بعدی رو میخوام یکم متفاوت و خاص‌تر درست کنم براتون. از دم کرده زعفرون یا همون شربت زعفرون استفاده میکنم. ببین خرازی بریم، خرازی که نه، عطاریه بریم پیدا میکنیم. 40 تا از این شربت زعفرون از خود نکتار آلوورا استفاده میکنم. تقریبا 40 سی سی هم نکتار آلوورا می‌ریزم داخلش. یخ هم می‌ریزم. البته قبل از اینکه یخ بریزم میخوام یه ذره خاص‌ترش کنم. تو ویدیوهای قبلی من ورق طلا رو بهتون نشون دادم. ورق طلا رو هم همینو درسته میکنم میره داخل میشه. این خوردنیه، خوراکیه، ورق طلا خوراکیه. یخ رو اضافه می‌کنی بهش. و شروع می‌کنی به خوب هم زدنش که این ورق طلا قشنگ با هم ترکیب شو هم بخوره. یه چیز سوپر لاکچری در میاد. این تقریبا تیکه میشه داخلش، خیلی خوشگل میشه. خیلی خوشگل میشه. خنکش که کردیم از روشم از همین هایپ استفاده میکنیم. اینم گازدارش میکنه هم خوشگل ترش. 4 تا نوشیدنی فست پورینگ یا همون متد بی براتون آماده کردم با رنگ‌های فانتزی و طعم‌های فانتزی، با نوشابه‌های فانتزی طور که از نوشابه‌های انرژیزاهای مارک‌های مختلف. حالا مارک‌های زیادی هستا، من اونایی که حالا همه میشناسن و خیلی بولدن گرفتم. اومدم اینا رو درست کردم دیگه. امیدوارم که این رسیپی‌ها رو یادداشت کنین یه جا موقع حالا خوردن چیزای دیگه، یا داخل اینا بریزین یا در کنار اینا بخورین. چیز جالبی در میاد. لحاظ رنگی، طعمی، بوییش کلا چیز خفنیه. اینم برای هر کدومش هم همین الان بداهه در آوردیم. امیدوارم که ویدیومو دوست داشته باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و دوستاتون شیر کنین. کنار حالا چیزای دیگه آب آلبالو فقط نخورن، اینا رو بخورن.
میگن اینو بخورم. آره دیگه. برای یه تست نوشیدنی‌ها اول دونه دونه میخوام همشون بزنم، رنگشو یک دست کنم. اینا همش میذاریم که یک دست. این کلا قرمز شد. همش با هم قرمز شد. اینا همش میزنم رنگش میشه سبز. عجب رنگ جذابی شد. به به. البته آبیه ولی من دارم سبز میبینم. میگم ما پسرا کوررنگی داریم ولی فکر کنم فکر نه. سبز کله قاضی حالا خلاص هم. اینا هم میزنیم رنگش صورتی بود با چیز. میشه نارنجی. رنگش نارنجی شد. اینم همش میزنیم. ورق طلا ها رو ماتیش میکنیم. خب بریم ببینیم تستش کنیم چه مزه‌ای شده. حالا اولیش که با آب هندونه درست کرده بود. مزه سوشی گرفته. خوشمزه شده. بعدم نشده. این مزه ملس خوب. این چیه؟ یه مزه فانتزی گازدار جالب شده. من جفتشو خوشم نمیاد. نارنجی. واو این خیلی خوش. مزه نارگیل آب هندونه با اون نوشابه انرژیزا با اون ترشیه انرژیزا واقعا خوشمزه شده. اصل قضیه برمیگرده برای این لاکچریه. لاکچری چوسی ناشتاه. طلا می‌ریزی توش این چوسی واسیا میاد. مهمونی گرفتی مثلا دوره همی چیزیه چهار نفر بدین. این چوسی‌ها بیان همین برینن تو خودشون. وای چقدر خوشمزه است. مزه زعفرون و اون انرژیزا با هم قاطی شده. مزه حرام گرفت اصلا. خیلی خوشمزه است. حالا بچه‌ها هم تست میکنن دیگه خوششون میاد دیگه بخورم برن.